سلام دوستای گلم، میخوام بهتون این بافت حاشیه رو یاد بدم. اول از همه از من حمایت کن، این آموزش رو لایک کن، بر دوستات بفرست تا پیج من بیشتر دیده بشه. اگه پیج من بیشتر دیده بشه به من انگیزه بیشتری داده میشه که من آموزش های بیشتری براتون بذارم. این بافت برای یقه، لبه لباس، برای آستین خیلی خوشگل و کاربردیه. ما برای بافتش باید خونه هامون زوج باشه. حالا فردم باشه میشه ولی باید زوج باشه. من الان میام 16 تا زنجیره میزنم. 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 تا زنجیره زدم و میام توی خونه رج اولش من پایه متوسط میبافم. من میام اینجا تو خونه اول یه دونه پایه میزنم، یه زنجیره میبافم، میام تو همین خونه دومی یه پایه میبافم. من اینجا رو یه زنجیره زدم، خب یه دونه زنجیره به زنجیرهای من اضافه شد، یعنی یه دونه پایه اضافه میشه. پس من نمیخوام یه دونه پایه اضافه بشه. من این زنجیره رو زدم که برای این اولیه این کار بالا بیاد. حالا میبافم تو هر خونه یه دونه پایه متوسط. در آخر تعداد زنجیره‌های من باید زوج بشه. اینو تا آخر میبافم. حالا اینو دوباره میشمارم که حتما تعدادم درست باشه. 3 تا زنجیره میزنم، کارو برمیگردونم. توی این قسمت من میام توی هر خونه گندمی هر خونه، اینجا که 3 تا زنجیره زدم واسه همین پایه اول کافیه دیگه، اینجا یه دونه نمیبافم. میام توی گندمی هر خونه یه دونه پایه بلند میبافم. بازم اینو تا آخر رج ادامه میدم و در آخر میشمرم که تعداد پایه هام دوباره زوج باید باشه. یه دونه پایه اینجاست، یه دونه پایه اون دونه آخریه. من میشمرم، اگه تعدادم کم و زیاد درست میکنم. اینجا 2 4 6 8 10 12 14 16 تاست. حالا میام اینجا یا میام این کارو میکنم. اول توی خونه اولی یه دونه پای کوتاه میزنم، دوباره تو خونه بعدی یه پای کوتاه میزنم، تو خونه بعدی هم یه دونه پای کوتاه. 3 تا پای کوتاه زدم. تو خونه بعدی باید گلمون رو ببافیم. یه پای کوتاه میزنیم، 2 3 4 تا زنجیره میزنیم توی همین خونه، یه پای کوتاه، دوباره میایم 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا زنجیره میزنیم و پای کوتاه میبافیم. 3 تا 4 تا زنجیره میزنیم و همینجا دوباره پای کوتاه میبافیم. توی 2 تا خونه بعدی هر کدوم یه پای کوتاه میبافیم. خب الان بافت ما به این صورت در اومد. خیلی خوشگل شد. دوباره من الان اینجا یه دونه پایه بافتم، تو خونه بعدی یه پایه کوتاه، تو خونه بعدی هم یه پایه کوتاه. همینجا این پایه کوتاهی که بافتم و 4 تا زنجیر میزنم، میام داخل این خونه، دوباره یه پایه کوتاه، 6 تا زنجیر، 4 5 6. دوباره توی همین خونه یه پایه کوتاه، 1 2 3 4. دوباره 4 تا زنجیر داخل همین خونه، یه دونه پایه کوتاه.
تو خونه بعدیش یه پای کوتاه، تو خونه بعدتر یه پای کوتاه. 2 تا پای کوتاه که زدیم خونه بعدی رو باید گل ببافیم. پس خونه بعدی یه پای کوتاه، 4 تا زنجیره، دوباره تو همون خونه یه پای کوتاه، 6 تا زنجیره، 4 5 6 تا زنجیره، دوباره همونجا یه پای کوتاه، 4 تا زنجیره، دوباره همونجا یه پای کوتاه. 2 تا خونه بعدی رو هر کدوم یه پای کوتاه، خونه بعدی رو یه پای کوتاه میبافیم. 1 2 3 4 اینجا یه زنجیر، 1 2 3 4 5 6 تا یه پای کوتاه، 1 2 3 4 یه پای کوتاه دیگه میبافیم. حالا ادامهش رو میبافیم، یه پای کوتاه. الان واسه من این وسط ها احتمالاً من توی این وسطاش یه دونه خونه رو پای کوتاه رو اضافه زدم که اینجا بعد 3 تا میشد دیگه، شد 2 تا. در واقع ما 16 تا پایه گرفتیم. خب که نگاه کنین این وسط میشه 2 4 6 تا پایه، 7 8 9 10 تا. این 10 تا، اینجا 3 تا، اینجا 3 تا باید میشد. اینجا ولی 2 تا شد چون این وسط ها من یکی از پایه رو اشتباهی اضافه بافتم. حالا اشکال نداره، این که واسه آموزشه. نگاه کنین چه خوشگل شد. خب حالا من میخوام اصول بافتش رو بهتون بگم. اصول بافتش اون نقشه‌ای که واسش هست. حالا شما نگاه کن، شما میتونین فاصله ها رو جابجا کنین. مثلا اینجا میتونین شما یه پای کوتاه ببافین، بعد برین گل رو ببافین تو پای کوتاه بعدی. اینجا فاصله هاشون 2 تا پای کوتاهه، این قسمت فاصلهش 3 تا پای کوتاهه. حالا اینا سلیقه‌ایه، خودتون میتونین پای کوتاه رو جابجا کنین، فاصله های بینشون رو کم و زیاد کنین. خیلی این حاشیه خوشگله. نگاه کنین.